چی میشه اگه مسی و رونالدو دعواشون بشه؟ وقتی بین این دو فوق ستاره دعوا بالا بگیره، امباپه و 3 برادر نینجاش میان طرف رونالدو رو میگیرن و شریدر هم میره طرف مسی رو میگیره. بعدش موجودات فضایی میان طرف مسی و چون سوپرمن هم یه آدم فضاییه طرف مسی رو میگیره. بتمن هم که با سوپرمن مشکل داره میاد و طرف رونالدو رو میگیره. از اونجایی که ایلان ماسک به فضا علاقه داره میاد طرف مسی رو میگیره و با خودش ترامپ رو هم میاره. اینجا ارتش کره شمالی هم میاد پشت کریس رو میگیره و کل دنیا میره تو جنگ. آیرون من و گروه اونجرز هم به عنوان نیروی پشتیبانی میان سمت رونالدو و تانوس هم که میخواد ازشون انتقام بگیره میاد طرف مسی و وقتی بشکن میزنه یه دفعه همه ناپدید میشن و آنتونی به عنوان بهترین بازیکن تاریخ باقی میمونه.